سپس آن مرد فریسی عیسی را به شام دعوت کرد و عیسی به خانه وی رفته برای غذا خوردن بنشست. بسیار خوب بچه ها، حالا دیگر بروید. میتوانی بروید؟ چه گفتم؟ بروید. با شیطنت بالاخره کار خودشان را انجام میدهند. این زن اینجا چه میکند؟ او چه میخواهد؟ اگر این مرد به راستی پیغمبر بود میدانست این زن کیست که دارد به او دست میزند. او بایستی خوب بداند که این چگونه زنی است. من میدانم این زن چه کسی است شمعون. چیزی دارم که به تو بگویم. طلبکاری را 2 بدهکار بود که از یکی 500 و از دیگری 50 دینار طلب داشت و چون چیزی نداشتند که دینشان را ادا کنند پس هر 2 را بخشید. کدام یک از آن 2 را زیادتر محبت نمود؟ گمان میکنم آن که او را زیادتر بخشید. درست گفتی. این زن را میبینی؟ من به خانه تو آمدم، تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک خود شست و با گیسوانش خشک کرد. تو حتی روی مرا نبوسیدی، لیکن او از بوسیدن پاهای من نیز ابا نکرد. تو سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پاهای مرا به عطر تدهین کرد. از این جهت میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد چون محبت بسیار نمود. با آنکه آمرزش کمتر یابد نیز محبت کمتری می نماید. ای زن، گناهان تو بخشیده شد. کفر است. چگونه امکان دارد؟ ایمانت تو را نجات داد، پس به سلامت روانه شد.